شما، فهمیدن با شما. خودتون میتونید آنالیز کنید تک تک جملاتو. میتونم کلمه کلمه خدمتتون عرض کنم، مفیده. ببین با تمام وجودتون به خدا اعتماد داشته باشید عزیزای من. به درک و دانسته ها و سواد خودت اکتفا نکن. بشر، آدمیزاد، تو هر کاری به دنبال مشیت خدا باشید تا مشیت خدا راه درست رو بهتون نشون بده. وقتی شما با خدا راه بری اصلا گم نمیشی. هر چیزی که تحت کنترل خدا باشه از کنترلش خارج نخواهد شد تا قیام قیامت. خدا همه جا هست، همیشه دنبال پیدا کردن خودش درون هر یک از ما هست. شاید تو این لحظه ما خدا رو نبینیم، اما خدا کنترل همه چیز رو به دست داره، برای همه چیز هم دلیل داره. زمانی میتونی به خدا ایمان بیاری که به خودت ایمان آورده باشی، خودتو باور کرده باشی، خودتو درک کرده باشی، خودتو فهمیده باشی. هر اون چیزی که تو کنترل خدا باشه مطمئن باش از کنترل ما خارج نخواهد شد. تو عاشق خدا باش، خدا کاری میکنه تا عاشق همه باشی، حتی اگه دیگران عاشق تو نباشن. اینو مطمئن باش. اینو بدون که خدا هرگز نگفته زندگی که برامون ساخته آسونه. چی گفته؟ گفته رسیدن به مقصد ارزش دشواری‌های مسیر رو داره ای بشر.